موفق شوید. آفرین بهمن، تو استراحت خوب را تداوری. آفرین، اکنون رفته استراحت کن. خدا راضی باشد حضرتم. جبار، این کار تمام. اکنون نوبت تو. از همه پدری به شرفم رو مییابم. اشکالی که نباشد کی بودنش رو فهمیده میگیرم. پسرم تا کجا میروی؟ میکشم تو رو. مادر رفتنم لازم. آنوارها به من امانت بودن. نمیمونم. یک دره پیش مادر شد. جان هم با دو امانت از چرا نمیفهمی؟ صاحب، مادرم راست میگوید. اکا این بیعقلیه. راهی دیگر از گرفتن در کن. رفتنم لازم، دیگر چاره ندارم. هیچ پسرم نکن، قربانت شوم، نرم. من دست میگیرم. برایم در اومدن آسان. گویا که پسرم رو خبرگیری میرم. آخه پسرم آنجاست. ایلاجی کردن نوارها رو میگیرم. اون نوارها رو برده به بوتن کماندان میدهی. من هم با اون میروم. تجربه هم زیاد است. نمیشود. من میروم. من هم تجربه دارم. برفین تو رفته نمیتوانی. حامله ای. دیگه راست میگه. از همه خوبش خدیجه و زلیخا است. این تا باشد بیا بسر رفتیم. در نمیدیم. خدیجه اگر نشود از بحرش گذر رو بیو. دیگر به این دردی جدایی طاقت ندارم. به مادر جون زود بر میکردم. خدایا او رو یک مراتب گم کردم. دیگر نمیخواهم. السلام علیکم. و علیکم السلام. بخیر است؟ به کجا میروید؟ با دکتر میرویم. از اینجا دور است. به خدا بهوده میروید. دکتر در جای کارش نیست. کودک سخت بیمار است. خب من شما را به نزد دکتر میبرم. بی رفتید. صاحب سرم اما جامی چی شد؟ سرم کودک بیمار بوده و دکتر میبردم. من در راه افتادم. آنها را گرفته به نزد تو آوردم. کودک تشت دارد. یک بار میگیری پسرم. زود به دکتر بردنم آوردیم. در اینجا هیچ کار کردن نمیتوانم. برفین کمزورم رو میگیری. خدای آقا الدو چه توی قدم دستان چکی؟ چی شد؟ از اون مادر رو زیرد باوی او کشی. که بجانم اوکی چور کنم. از پدرم میگشتم. پدر از بیند برام میکشد. زود برام مادر رو میگم. از غیبت راسته نمیتوانم. چیکار کنم؟ که بجانم راسته نمیتوانم. با خدا نمیتوانم. نترس الدو. پدرم به شما هستم. دیر می آید. من نمیتونم. اما خود از زیر زمین پیدا شده بر آمدنش ممکن. پیدا من می شود. نه اومد. کجا رو خوب هستی؟ الدو؟ تو در این چکار میکنی؟ هیچ چیزی رو جون. من که بکردم که رئیس نماز خرکیده که نشدم. آقای چکی با دخترم
دارم ضررتون میگه این راه دیشت میبرارم ولی میبرارم. رئیس از تو شکایت کرده است. نواری که حجتها را به پالیس سپاریده است. اگر دکتر هم بیاد حالمان بد می شود و این کار را برای دخترش کرده این خطای دوست آن چی دچارت را جمع کرده در یک آنجا پنهان شد. اما اول یک کار کن، رئیس را برای این کارش جزا داده بعد رو فهمیدی؟ با دقت باش در این باره شما نکنید، این کار را تازه اجرا میکنید. بابزن عبدالله به شما یک خبری خوش دارم. نوارها را از دکتر گرفتم. خیلی خوب، آنها را خوب نگه دار عبدالله. یک آدم روان میکنم. خواهر نشوید، نوارها در جای بی خطرند. من گوش کن، اگر یکان کس به درون در آید و این نوارها را گرفته برد قبرت را خودت میکنی. فهمیدی؟ فهمیدم. گوش کن پسرم، گوش کن با تو چی میگویم. با سلاح و با شمشیر در راه دین مبارزه برده نمیشود پسرم. فهمیدی؟ خون ریزاندن خوب نیست، بلکه با محبت، با مرحمت، با خوبی فهماندن در کار. فهمیدی؟ چه محبت و مرحمت پدر؟ حاضر زمان جهاد است. جهاد فرض است. در قرآن امر خدا است. در کجای کافی را یافتید کوشت گفته است اگر مرده شهید میشوید و در آن دنیا جنت ما را انتظار است. پسرم، جهاد فرضی این نیست. اگر مثل گفته تو میشد باباهایمان مسلمان نبودند، اگر مسلمان های آن وقت آنها را میکشتند حالا من تو نبودیم. جهادی کلام با نفس میشود پسرم، با نفس. یعنی در اصل این خودریزی شما جهاد نیست بلکه کشتار و گناه است پسرم. آدم با نفسش جهاد میکند. چی ها میگوید؟ توبه گوید پدر، نباشد کافر میشوید. این گفته هایت مثل کافر هاست. توبه گوید پسرم، کلام خدا بازی چنه. هر تو سلاحت را بی عقلی نکن. روید پدر، نزدیک نشوید، به خدا میپرانم. مسئولی پدرت سلاح نداری. این چی طور جهاد است؟ کی به شما این را یاد داده است؟ کسی که نماز میخواند نور ایمان در رویش میشکفد. به اینها نگر، رویشان نور ندارد، مثل میمون است. روید پدر، حضرت را تنبیه نکنید. در بیرون جنگ است، جنگ رفتیم. حضرت از اینجا نرا گفتن، در درون امانت های مهم بوده. نباشه در اون جشن با ما دوستیدن رو میدروی در آمدن باشن برای کودکم در آمدن باشن. بسیار لطف کردید که در وقت شد. اگر دیر میکردید حالش بدتر میشد. دلاویز را که میخواد کنم.
هوای اینجا رو عوض نکنه. دارویش رو در 6 ساعت 1 مرتبه بده. کجا میروی پسرم؟ بعد حیات دیگه نظر چی؟ ما نباید آن دو زن رو به آنجا ببریم. خطا کردیم. خودت را عذاب نده پسرم. آنها مادرم. اگر پایهایشان را هم بندی میروم. حاضر آبادی ندارد. من هم با تو میروم. حقیقم را از آنها میگیرم. نه مادرجان، شما باید اینجا بمانید. حالا معلوم نیست که وضعیت در آنجا چی خیلی است. همه‌اش رو رفته فهمیدن لازم. اگر شما هم با آنجا روید، من باز هم پریشان خاطر بشم. شما در اینجا مانده با دقت باشید. من حتما باید رفته با دههای عبدالله وگرنه جان آنها در خطر است. مادر جان، شما دعا کنید که همه امان زنده برگردیم. تمام. کودک را شیر دادن فهمیدم. وای، این کودک مونه. تشکیلات مادر دنکون پسرم آمد. برای دیدن او کودک را به آنجا میبریم. مادر کودک در آنجا بودن. دیدیم که بیمار است، به اینجا آوردیم. خدایا، کودک بیچاره گرسنه شده است. شگفت در اینجا چی شده؟ چه واقعه؟ یک طرف گفتم یک طرف. چیکار میکنی؟ در اینجا چیکار میکنی؟ افریق راگرد یگان مسئولیت کماندو کارت را کن. راگرد راگرد تو در اینجا چیکار میکنی ها؟ چیکار میکنی دیوانه؟ چی بودن پدرم را میگویی؟ تا حالا دیوانگی نکن. پدرت را یافته چیکار میکنی ها؟ چیکار میکنی؟ تو چی؟ کارت نباشد. چی کاری خواهم میکنم؟ زود با من گفت زن پدرم کی؟ یا اینکه بوتانه زود گفت زن وگرنه میپرونم. به همین طرف رفتم باشم کماندو. اینا دیوانه شدن چی؟ گفت زن گفتم. و من بیر زود میشم که تو رو میکشم. رو تا که بودنش رو نگویی نمیروم. و من نگر زود رو از اینجا از جانت سیر شده ایم اگر. زود گفتم پدر من کیم؟ مرا در حال انتظار شو. پس از 2 ساعت می آیم. پدرت رو می آرم. رو زود رو. سینون چیگه؟ چی شد باتن کماندان؟ چی شد؟ وای بزرگ آمدم. درد میکند چنان درد میکند که وای اینجا چیکار میکنی؟
چرا باید با تو حساباتی هم با ترجمندان؟ اگر چنین مناسبت را با من دوام دهی خوب نمیشود بوتن. وای 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 وای. دودر جون، بحری رو ندیدی؟ او در مهمانخانه است، استراحت میکند. دستم رو گیر. اکونت دودر. یا کسی ما رو دیدن میخواهد حضرتم. سرخ روان کرده است. برادر سرخ برای نوارها روان کرد. دقیقه حاضر می‌آورم. در کجا باشد؟ کار برای چی در جایت نیستی؟ من چی گفته بودم؟ مادری بحری بیمار شد، او را به هوای تازه بردم. من گوش کن، من چیزی گفتم همان را میکنم. من با تو نگفته بودم که از جایت نجون، از جایت نجون. بیده بازی قد باش. اگر من باید که بگوشت از نگفتم و خیال گوشت که گفته بودم ابله خواهید نماها را دردیدن. نه خود این انسان دیده باشد. آنوازان دوزیدن دستگیر کنید. دزدی هم بخشش توید بستنم روزی توید رای خور رو دستگیر کردن اکنون از پسی منن. تمام خمیشد. آرام شود. دکتر؟ از کجا دکتر؟
بله او رو هم برده به نزد آن سر پرسایه. من چیکار کنم نوارها رو؟ حاضر توهیر رو میکشم، نبرم کودکم رو میکشم. خدایا با من راه نشان ده. با من کمک کن. این راهی شما راهی درست نیست. این راهی خطا است. میفهمی؟ من میدانم که عبدالله که کار میکند. همش رو میدانم. چشمانت را کشم مراد، با آنها باور نکن. گوش کن دکتر، من چند سال همراهی آنهایم. احوالم خیلی بد بود. حضرت من را گرفتن نجات داد و من راهی حق را نشان داد. با عبدالله پر باوری دارم. اکنون باید چرا با تو باور کنم؟ چرا با تو باور کنم طاهر؟ این کارها با اطاعت پیش می رود. مراد گوش کن، من تو را میفهمم. نقش فکر کن، اما خداوند به تو عقل داده است. آن را درست استفاده بردنم امر خداوند است. یک به اطرافت نظر کن. عبدالله شما را استفاده برده شده است. او انسانی خوب نیست. باور کن. تو را حرمت میکنم دکتر، اما اگر این گپ را دوام دهی تو را میکشم. مدش، اما یک چیز را به من بگویی. مهارت کردن عبدالله را یکان بار دیده ای؟ گوش کن دکتر، این ترگب نزن. او پیش بری ما به سعارت پا نمیگذارد. مایلش مراد گوش کن برادر، یک سوالی آسان دادم. مهارت کردن عبدالله را یکان بار دیده ای؟ دکتر دهانت را پوش، وگرنه میکشم. بحری من رو در اینجا نمیماند. خبردار شود آمده البته نجات می‌دهد. کم موند به شرف، خیلی کم موند. انتقامم را از تو میگیرم. برای همش جواب میدهی. آقا جان تو خیلی یاد کردم آقا جان. درباره پسرت فکر میکنی؟ بله مرا در غار انتظار است. پدرت را میارم گفتم. اکنون نمیدانم چی کار کنم. چیکار میکنی؟ پدر بودنت رو میگویی؟ نمیدونم چیکار کنم. نمیدونم از کجا نخواست از پیشم برآمد. من چقدر آدمی بدم سلیمم. چقدر سال کودک را به پدرم بودم. پسرم را تنها ماندم. اکنون چطور رفت من پدرم هستم میگویم. چطور گویم که من پدری تویم؟ مجبوری سیمان. بله من مجبور هستم. پدرش بودنم را با او میگویم.
چیزی که می شود حقیقت را می گویم. تو با سینان چیکار داری؟ تو را در نزدش نبینم. با تو چی فرق دارد بودم؟ هر دیتم را میکشم. از نوارها خبر نیست. چیکار میکنیم با هم؟ خدیجه نوارها را میآورد. ایلاج ندارد. خدایا من چیکار کنم؟ برادرم در دست آنها. اگر روم رو میکشم نروم کودکم. نه من این طور نمیمونم. نه توهی رو پاسخ نمیدم. پسرم رو هم نجات میدم. توهی صبر کن من نمیگویم. توهی برادرم صبر کن. نوارها در کجایند بابا؟ نوارها را کجا کردی؟ نمیدونم من آنها رو نگرفتم. رفتم نباشد از اینجا مردهت میبروید. مردم برایدم نمیگویم چون که نمیدانم. اگر دانم هم نمیگویم. خواهی بیکش چون که در آن نوارها روی اصلی شما ثبت شده است. حلیم من پس از کشمات میایم. اگر با تو نگوید اول تن را بکش بعد این دور را. خدایا مرا در نزد این ظالم‌ها شمرده نکن. خدایا با من راهی راست را نشان ده. اگر دکتر راست گوید چی؟ حضرتم شمایی؟ خدا با راستگویان است. مومن صاحبی فراست است. به نور خدا نظر کند. روی این آینه قلب نیست. چطور ندیده و ندانسته و این بیرحمی نور اسلام را سیاه میکنی. چه حال دارد که آن را سیاه میکنی؟ حضرتم من مثل کارها میشوند سرم. مهم آن است که در جای افتیدت نخوابیده از جای برخاستن است. گناه ها با توبه پاک میشوند. چه خیلی که زمین خشک آب طلب میکند گناه هم توبه را طلب میکند. حضرتم به من راه نشان دهید. راهی راست را میخواهم.
از شما خواهش میکنم. کار حرام از حلال فرق میکند. برای همین پیش از اجرای عملی با دقت باش پسرم. به یک خنده، یک التفات، یک مهربانی باور نکن. زود دلت را به هر کسی نکشا. به غافل آفتاب هم تاریکی میکند. به همه با فراست نگاه کرده ایمانت را تازه کن. شهید تو محمود رو کشته با جایش میگذاری. همه بعد جهاد گفتن با سلاح قیام میکنی. اهل سمایی چی لوده؟ لازم همه مسلمان ها دیگه را شناختن. تو هم باید این را قبول کرده خودت را نشان دهی. من چیکار کردم؟ تو را نجات میدیم دکتر. خطایم را اصلاح میکنم. برای وزی جانم هم باید اصلاح میکنم. بیست دفعه چرا دور میکنی؟ توهیر به زور خود دستگیر کرده. چی؟ یکان خود کنه آنها رو نجات دهید. در حال و بحری و مرا خبر دادن لازم است. فقط آنها کمک کرده میتواند. دکتر یک روی نکنی خوب می شود. وگرنه حضرت عبدالله در دست تیاق معنوی دارد و سر از زن زود دنیا را می فهمی. آن تیاق معنوی نیست بلکه تیاق جهنم است. مراد چرا این کارو کرده؟ همش رو فهمیدم دکتر. دیر شده باشد هم فهمیدم. زود باشد هیچ کسی آمده شما رو برانه. زودتر. مراد تو بجایت را با شبه نکنم. ما میرم. نمیشود آقای دکتر. اکنون در اینجا ایستاده نمیتوانم. ایستاده نمیتوانم. یک مدت چشم گوشی ما میشویم. ما با تو احتیاج داریم مراد. خیر ما رفتیم. مایلش دکتر. خدا مددگارتان.
جبار حضرتم چی شد؟ پسر زلیخا بحری بخشالم بحری بود دکتر و مادرش رو گویدون چی؟ باوری داری که بای بحری بود؟ به خدا یک بار حمله کرد به فکرم او بود زود آدم فرستادم در جایش نبود معلوم میشد که وی است زود آنها را دستگیر کن جبار دور نرفت آنها را دستگیر کن نباشد من مردم آن نوارها را برگردان کسی نباشد اگر بحری هم باشد کشت خواهیم را بگذار همه بیند که به سردار زید بر آمدن چی بوده است بیتار از یعنی کی آمدی؟ خطرم کجاست؟ گفزن کجاست؟ گوش کن بری من با تو صحبت کردنم لازم صحبت کردن نمیخواهم بهتر از گفزن که اون رضیو کیست؟ چرا به شرف رو نآوردی؟ آمد بری آمد پسرم او به نزدت آمد تو در کجاست؟ کنی؟ در کجاست؟ در همین جاست در نزدت استودیوی سیما پروداکشن برای هواداران سینما باز یک فیلم جدید را با نام گرداب زندگی تقدیم میکند. در یکی از دههای استانبول دختری با نام یاسمن زندگی میکند. در ایام خردیش او مادرش را از دست میدهد. پدر و خواهر پدرش در عائله کندیزاد با عرف و عادتهای سنتیشان او را به پایان میرسانند. شمسی دوستی دیرینه یاسمن که آنها از دوران کودکی با هم در یک دهه بودند. او آرزویی با یاسمن خانه‌دار شدن را داشت. شمسی جوانی کمبغل بود. یاسمن باشد برای برطرف کردن مشکلی‌های روزگار تنها در آرزوی ثروت بود. با وجود آن یاسمن شمسی را دوست می‌داشت ولی عشق‌ورزی آنها دیر دوام نکرد زیرا بعد از وفات اپای شمسی خصلت شمسی کلاً تغییر می‌یابد. آتش عشق در دل یاسمن آهسته آهسته خاموش شدن می‌گیرد. یاسمن عمکی داشت که صاحبکار بود. با اهل عائله آنها از خردی آشنا نبود. عمکش صاحب دختر بود، یکی با نام دویگو و دیگری پیلین. با امر تقدیر آنها روزی وام می‌خورند. پیلین داماد شونده داشت با نام مجید که از عائله ثروتمندان بود. بنابر سببی در خارج تحصیل را به اتمام رسانیدن پیلین عروس شونده مجید به خاطر او شبنشینی می‌آراید. یاسمن آنجا دعوتی بود. حادثه‌ای که در شبنشینی روی داد هیچ کس انتظار نبود. یاسمن در گرداب زندگی غرق می‌شود. Kim yaptı? Abi. Kim? Makyaj yakacak. Öpmeyeceğim canım seni. Nasıl olsa hep beraberiz. این فیلم جدید را که استودیوی سیما پروداکشن پیشنهاد میکند. روزهای نزدیک از نقطه‌های فروشی میتوانید دسترس نمایید. یا اینکه بله اگر از منم بری منم پسرم
یعنی این توی پدرم؟ منم پسرکم. سالهای در روزمان پدرم رو شهید میکردم، اما این طور نبوده. همه پدر داشت در نزدشون، حمایتگرشون، اما من تنها بودم. در روزهای عید گریه میکردم. بعد یک روز فهمیدم که پدرم زنده بوده است. شهید نه، بلکه یک بیناموسی به شرف بوده است. چرا این کار رو کردی؟ چرا؟ بله، پسرم چیزی که گویی حق داری، اما من به شرف و به ناموس نیستم. من خطا کردم. گوش کن پسرم. نرفت با من، نرفت که میکشم. حاضر سلاح ندارم. اگر سلاح هم رو گیرم انا بعد میبینی که چی کل میکشم. قسم میخورم. بله با من گوش کن پسرم. بله مرا پسرم، مرا ببخش پسرم. وای بحری بخیر است. برگشتن خود یا؟ وای من دستگیر کنه. چی شد آقای جوان؟ در کجاست آن دختر به شرف؟ چی گفته؟ نفهمیدم. آنها در همین جایم. همه جا رو کامل. اون را باشد بده خبره. تاریک نشده به قتل میرسونه. نجات میدیم پسرم، تو نجات میدیم. اچھا خدا را شکر که زنده موندید. شکر خدا. مراد ما را نجات داد، اما در آنجا بسیار نگردید. حاضر از پسمان هستم. آن نوارها در کجا خدیجه؟ وای چیز من اونها رو بخیر؟ این رو کجا به دیگران میرسم. من اونها رو در یک غار خودک پنهان کردم. حاضر با اونجا رفتن خطرناک. سحر بر وقت رفتن میگیریم. در یک جای بویدناکم. نمیشود. حاضر برویم. کودکی زیبا، خدا تو را به پدر و مادرت میرساند انشالله. شما این کودک را به کجا میبرید؟ زوزان گفتن یک کماندون است، با نزد او میبرید. زوزان؟ شاید این زوزن همون زوزن است. خاله جان شما روید. اگر خواهید میتوانید روید. من در اینجا با اون میایستم. هم بر چی کمک میکند؟ آقای دکتر هم حاضر رسیده میآیند. درست میگویی دخترم. بهترش به نزد فرزندانم روم.
آقای طاهر آمدم. چی شد عبدو؟ با دیگه اسکر اومدن. با آقای طاهر خبر دادنی بودم. من رفتم میگویم. تو با من بگو برای چی اومدن؟ با خدا نمیدونم، اما از این بعد در دیگه میمونم. مایلش ما اکنون میرویم. نترسید، هیچ چیز نمیکنند. کودک رو هم به آنها میدهید. نمیتوانیم، نباشد پسر ما رو دیگر نمیبینیم. هم مادری کودک در آنجا بوده، او را هم از مادرش جدا نکنیم. کاش آنها با نیتی خوب آمده باشد. مناسبتمون خوب شد. آنها در دیگر نمودن. آقای طاهر رو نمیبینم. شامله حالی دعوت بکنیم و اینجا می آید. برای دوست اطاعت کماندان. خوش آمده کماندان، خوش آمده. حاضر آمده خوش آمد. زودتر باش. مادر جان. خدیجه کجا می روی؟ مادر جان ما نمیروم. با کجا می روی دخترم؟ رفتنم روزی مادر جان. با کجا می روی خدیجه؟ با کجا نمیمونم؟ گفتم میروم. سردی دادر جان. طاهر برکی رفتم روزی مادر جان. طاهر برکی خدیجه رو نمیرم. مادر نمیمونم. چی وقت شد خدیجه؟ اگر این نوارها رو نبرم زازن کودکم رو میکشد. زازن بسیم یک کماندونه و نزدیک میکنه. خدایا توبه این کار رو بین. کودکی که در نقطه طبی است، کودکی تو از دخترم، کودکی توست به خدا. غیرتی پسر. مادر جان شما چه میگویید؟ زودتر ایسته اگر این خدردیم دستگیر میشوید. شما را یک شرم به من باور کن. اکنون در دیها سربازان میمونم. دیها آباد میشود. این خیلی خوب. نوارها را دور بله شما را ما با یون مرد نوارها را گرفته بیاییم. رفتیم کاش من هم سرم رو گریسته توانم. لعنت به تو. کریم تاریک نشده او را قتل میکنیم. فهمیدم جبار. بش تو را من کشتم میمیرم، اما در آخرت هم از من خلاص نمیشوی. جمع شوید دختر جمع کن. همه را جمع کن. دختر جمع شوید. همه آدم ها را جمع کن. دختر باشد سینور. نوارها در دست عبدالله بوده است. رفت آن را میگیریم. این را چی فهمیدی؟ کارت که باطن فهمیدم. زود باشد عبدالله آنها را با کسی ندازد. زود گیریم. زود باشد رفتن میگیریم. دختر رفتیم. دختر باشد. رفتیم.
وایسا دخترم ندواخی مادر جان چیکار وایسا و مادر جان خدا از شما راضی باشد با آقای دکتر سلام ما رو رسانید. شما هم کودک رو خوب احتیاط کنید کاش او رو در اینجا میماندید میموندیم اما این کار رو کرده نمیتوانیم چون که پسرمون در دست تشکیلات است اگر کودک را دهیم او را دیگر نمیبینیم شاید که او را به قتل رسانند برای همین ما را ببخشید تو بردید بیلو کودک من در اینجا بوده در کجا؟ کودک شما؟ کودک من در اینجا در کجا؟ کودک رو گرفته بردن کودک من چخیر گرفته بردن چخیر گرفته بردن الله سربازا بودن که دیدم ببخشید که ناراحت کردم استغفرالله دکتر چه ناراحت ما رو وطن دکتران شما آرام شوید بله من بچینید کمی صحبت میکنید یک طرف این آدم و دختر و مادرش کمک کرده است
به دعوایمان خیانت کرده است. خدا رحمش کنه ایمان. این کافر را باید به جهنم فرستیم. دقت! نشان! وسط! چی شد؟ آتش! چرا آمدی؟ پیتر را دم نزن. پیتر را گفتم. پیتر را اگر نشتا میخوری. این دفعه از دستم خلاص نمیشوی. آنا دیدی به ما گوش میکردی، به خوبی حال میکردیم، اما نخواستی. اکنون از این بدترش رو میبینی. یعنی از این بعد در همین جوره همین طور. بله، در اینجا یک شعبه پلیس میکشیم و هرچی خواهیم میکنیم. اکنون نوارها رو به من میدهی؟ ببخشید من شما را خطا فهمیدم. مرحبا. این خالی است. زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمود. اگر مرا دوست نداری میدانم که مرا تنها میگذاری، اما روزی میشود که روز من سلامت بادا، جان و دل من فدای نامت بادا. روز من سرای نازنین از ما رنجیدی بوده، برو فقط از میان کوچه ها بجویم توی فقط زندگی و عشق و آن در کباب کردی مرا نمیخواهم بترم. رو به تناف دادنم لب به دعا دادنم. مرا دیگر یاد مکن، بهوده فریاد مکن. طیراهای تقدیم فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.